ترانه به تقاضای مجاهدین قماندانی ولسوالی رستاق ولایت تخار به صدای نسیم حافظ جرایلی زمزمه می گردد. لشکر عمر هستند خادم کشور هستند، لشکر عمر هستند خادم کشور هستند، محبوب رهبر هستند، شیر پیغمبر هستند، شیر پیغمبر هستند. این روی مصطفی سنگر دین خدا، این روی مصطفی سنگر دین خدا. پرچم الله و حق بر دلتان جا بجا، پرچم الله و حق بر دلتان جا بجا. مهربان مجاهد قهرمان مجاهد، مهربان مجاهد قهرمان مجاهد. احمد جاوید قادری سید انور سید، احمد جاوید قادری سید انور سید. جاوید احمد فیصل جان مجاهد ایلوگری، جمع خان صداقت با صدق و با عدالت. احسان آخونزاده مولانا صاحب آید، جمع خان صداقت با صدق و با عدالت. احسان آخونزاده مولانا صاحب آید. مهربان مجاهد قهرمان مجاهد، مهربان مجاهد قهرمان مجاهد. از قله های قندهار رزم تا شهر مزار، از قله های قندهار رزم تا شهر مزار. امروز وظیفه دارند بر رستاقان تخار، از جنگ جلال آباد تا ورجود و فیض آباد، از جنگ جلال آباد تا ورد و فیض آباد. از پایگاه چاردره رفتن به جنگ خان آباد، از پایگاه چاردره میرفت به جنگ خان آباد. مهربان مجاهد قهرمان مجاهد، مهربان مجاهد قهرمان مجاهد. از دره های بامیان تا کابل کل پروان، از دره های بامیان تا کابل کل پروان. سمنگان و فاریاب گرفتن تا جوز جان، از خست و تا به پنشیر دایکندی و تا کنر. نیمروز و علمندها وردک و تا بلوگر. تصفیه گردید کابل به حرف الله اکبر، تصفیه گردید کابل به حرف الله اکبر. قهرمان مجاهد مهربان مجاهد. مولانا صاحب خیر الله شهرتشان ابوذر، از فیض مقدم اوشان رستا گشته منور، از فیض مقدم اوشان رستا گشته منور. این عالم با وقار در راه دین خدمتگار، شهردار رستا قسن مهربان و برابر. مهربان مجاهد قهرمان مجاهد. تقاضای دوست گرامیم قماندان صاحب قمر مشهور به چوپان است، علاقمندای محترم. جاوید احمد قادری امنیت داخلی به شهر رستاق قسن مجاهد ایلوگری. سمیع الله خیبر معاون قماندانی در وظیفه استوار هستند به این جوانی. مهربان مجاهد قهرمان مجاهد، مهربان مجاهد قهرمان مجاهد. قماندان صاحب صداقت یک آدمی با وقار، قماندان صاحب صداقت مجاهد وفادار. یک آدمی خدمتگار بر رستاق یک افتخار، یک مومن پاک دل عمرشان دراز باد. شب و روز در خدمت است مجاهد است دیندار، شب و روز در خدمت است این مجاهد دیندار. قهرمان مجاهد مهربان مجاهد، قهرمان مجاهد مهربان مجاهد. شعر صدا نسیم حافظ جرایلی. شماره ارتباط با ما 077 92 20 93 6. ترانه به تقاضای محترم جمع خان صداقت قماندان طوله ولسوالی رستاق و همچنان قاری صاحب احمد جاوید قادری آمیر امنیت داخلی، قماندان احسان الله آخونزاده مولانا صاحب آیت الله محمودی و قماندان صاحب قمرالدین چوپان سید انور جان سیدی به صدای نسیم حافظ جرایلی تهیه و زمزمه گردید.